خداوند دو چیز به ما داده. یکی عقل داده که فکر کنیم، مثبت فکر کنیم، زیبا فکر کنیم، مفید فکر کنیم و از خدا بخواهیم که استعداد و هوش ما را افزایش بده. این دعا خیلی دعای خوبیه. در حق هم دعا بکنیم که خدایا استعداد و هوش ما را شکوفا بساز، افزایش بده تا چیزها اونطوری که هست ببینیم و بفهمیم. این خیلی دعای خوبی در حق فرزندانمون دعا بکنیم، دست به سرشون بکشیم، خدای استعداد و هوش بچه های ما را شکوفا بگردان، افزایش بده تا حقایق اونطوری که هست ببینن، عظمت و بزرگی تو اونطوری که هست پی ببرن، درک صحیح از کلام رب العالمین داشته باشن، از دین داشته باشن، عبادتشون تقلیدی و کورکارانه نباشه، عبادتشون بر مبنای علم و معرفت و دانش و شناخت و آگاهی باشه. اسلام دین تقدسگرایی نیست.